ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасҳои қанди бобош, имрӯз рӯзи сайидулайёмро ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба тамоми муҳоҷиро, мусофиро, ғарибо табрику таҳният гуфтанӣ ҳастум, муборакбод кардани ҳастум ва аз худои таоло خواسته هستم که خدای مهربان مهاجرا مسافرا را غریبا را در پشت پناه اسمت خودت نگهبانشون باشی، رزق روزشون زیاده و زیاده تر کردانی، تنشون صحت، مغزشون سالم، خوشی های زندگی نصیب روزشون بگردانی. خدای مهربان چه مراد و مقصد و آرزوی نک دارن با اون مراد و مقصد و آرزوی نکشون برسانشون. خدای مهربان خواهش و توله دارم، زاره دارم مهاجرای مهنتی را، تاجیکان تاجیکستانی را، مهاجرا را، غریبا را، مسافرا را، همین خاک در کجایی که بگیرن همین خاک در کف دستی اونها ضرب گردد. الله اکبر. زنده و سربلند باشین جانای بابا. خب عید ماه پروری امروز ما سخن میکنم. عید ماه پروری یکی از فرزندهای برومندی ملت تاجیک، خلق تاجیک، سرزمینی کهن بنیادی تاجیکستان عزیز ما، این رئیس کویده ماهی تاجیکستان محترم نعیموف میرالی، هرچند که وایم میگم نوار دا بکشم بیارم نوار کنم نبی قیزون بکشد نمیکنه، نوار نمیکنه، نمیدونم چی خیلی گابزن میگم در روی پیشروی ها چقدر حاضر پیشروی شده است درباره خواجگی ماهی پروری. احسن به این مردی شجاع میگم، احسن باور که یک جیب داره همین زاپراوکا میکنه حساب خودش میزنه لیل نبود، زاپراوکا میزنه وحدت، زاپراوکا میکنه میزنه نمیدونم مکان جو با فکر میگم برادری روسیه دا کار میکردگی داره پول روش میکنه بخواد زاپراوکا میکنه اگه نه اولوکش شانقای بیا. خدا نگهبانتون باشه. شیر الله. ساحه ماهی پروری، ترقیات ماهی پروری به نهایت حاضر در خواجگی ها خیلی بگم زور رفته است، زور رفته است. کارپوراسیون ماهی تاجیکستان، کارپوراسیون ماهی تاجیکستان خطا نکنم خب دولت سهراب گنرالی دیرکتورش بسیار چقدر مهنت زحمت ها میکنه. معاون و رئیس کارپوراسیون ماهی تاجیکستان در ولایت سوخت محترم که عبدالحکیم چقدر مهنت زحمت ها، چقدر به پول ماهی رو تقسیم کرد. من خواهش میکنم از ماهی پرورو شاید نرفتین ماهی به پول بگیره. من بسیار گپای سختم گفتنی نیست. مخی خواجگی رو دادنتون، زمین رو دادنتون، حوض رو دادنتون، ماهی رو دادنتون و چی گپای نمیرید بگیره ماهی رو بگیرن استحصالات کنه. خب چون میکنه ماهی پرورو هی بجو شده چی خیلی شده. یک چیز میگم همچون از روی من تجربه که 30 سالی من گفتی پادپسچکو بابلاوی گوره رفته لنگری حکومت درازای خاطررسان میکنم لنگری حکومت درازای یه روز جواب میته. هر سالی که شما همچون ماهی پرور حجت گرفتین کو کافته میشوه چقدر سپوردین، چقدر آمار دادین چوه گپتون میزنن خیلی بجو میشین. سمینار شید همین با اکد نعیم میرالی این قدر داودام که سمینار شید میگم بیایم بخرین در رستوران ها سمینار رو میشوه. این قدر خود بخور، این قدر مهمانداری ایتالیانس ها اومدن و اومدن ترکیه اومدن، قزاقستان، ارمنیا و آذربایجان و گروزی اومدن. اون نمیرین گپ زنین قدشون نمیرین یک تجربه بامزین. وحدت اومدن چی گپای چون اومدن ماهی پرور وحدت خیزم شوخی نبگیریم بود بکنیم با چون آمده قاری سید اکبر جان نامدی اخی خگپ زدیم اخی میامدی گمی زدی قاری سید اکبر شوشتا دسترت بگی تو شاگردی مده تو اگر علمی قرآنی را بسیار بدونی که علمی دنیاوی ده خوندگی نیستم تجربه دارم چون آمدی شروع کنی جواب ته به من. قاری سید اکبر که شاگردات بسیار های یا فقط میرم جین میخونی و فقط میرم دعا میخونی و فقط هم ختم میبخشی و فقط وای میکنی چو ماهی پروری تو اوخیا بربری کفرنیان دادند که اوخی حکومت وحدت جان من حکومت داد زمین داد چون آمدی چون نمی اشتراک کنی چون نمی مانه خطی گپ زنی. ما یه آدم بی سواد تو سواداری تو هم علمی دینوگی دارم و دینوگی داری فریب بجون نشا و بیای جدا شاگردات گپ زن بومد هر چی گپو ویرون نمیشه که با گپو شیره و شربت نورگا میزنه. قاری سید اکبر شاگردی تو
قول میشه شوگیری قول میشه خب باوجی آلوش موی پرور کیسی چو آماردا یا کی کارخانه وید موی دولتی تاجیکستان دا ما به همون میگم خودی را لات کده بگونه چیش بترسه مت خودی یک شوگیری برام گپ میزنه نماقله گپم چون هم بدی شروع کنی چون خطی تلاسو گام نزدی رومیت رفته خطی تلاسو ما آدمی بسیار چلاپالا رفته می تلاسو کشیدم آوردم گفتم گپ زنین درباره تاجیکستان درباره پیشروی پرسیده میشین روزه میشه پرسیده میشین یور ها ماشه امور دا حکومتی شهر وحدت ختون نظارت کم کم دولتی خالی خیلی باید موی پرورا باید همه وقت کار کنن مهنت کنن یگام کس که یگام شخصی که برای سوهای موی پرور مونیاگی میکنه کو جواب میگوی استحصال کننده دا تکی که مونیاگی میکنه مونیاگی نکنه خبردارتون کیسم من میگم باباتون میگم استحصال کننده دا یگام شخص حقوق نداره که مونیاگی کنه تمام ولی میگم بابا رازماس رفته است خدا نگهبانتون باشه یک مشکلی دیگه در موی پرورا هستن که ایتالیانسو آمدن ترکا آمدن قزاقا آمدن ارمنیا و آذربایجان و گروزینا آمدن همه گام میزنن و میزنن ما تجربه ها میآموزیم ما یک گیله که ما ایده که داریم اوید بانک ها امانت بانک ها و کیم چخیلی سپیتامنت بانک ها و چخیلی همید جانم در فدای خلق بانک ها و برای خدمتگاری خلق بانک ها با شما یک مراجعت دارم که شما نمیرید تکمیل اختصاص ایدیگه دولت ها بآموزین محترم بانکی را تکمیل اختصاص بآموزین که ویو چخیل بانک هم ویو هم موجود هم نگاه منه بانک ها میتین پرسنت پسترین قطعی میتین پرسنتی با یه سال میگن که بوک کارتا و بعد پرسنت خیلی شدی در تاجیکان نیست خیلی رسم رسوم نیست تاجیکان را رسم خوبی تاجیکان را گم مکن رسم گیجوه شما که اینقدر سایپور را همین خیلی جافیانه بخواد در خونه شما میگیرن در بانک میمونن چی میکنن خیلی گپایی بانک ها التماس که ای کسی باشه نه ای کسی باشه پام بالا بگورن ما گام بزنم کمتر یاردم کنه او بانک ها دیگه جاها را میپرسیم دیگه دولت ها ترکیه و دیگه تمام مملکت ها را میپرسیم و یا لگات میتین و یا با بانک ها چقدر با چیو دارن شما همین آوردیم دادن همین یک ماه 32 روز در پرسنت کلشید میکنه چیکار کردین چیکار کردین شما را من خاطر رسان میکنم بانک های جمهوری تاجیکستان همتون من میگم برین تکمیل اختصاص بآموزین دیگه دولت ها بآموزین که وایو چیکار بانک هم وایو یا بانک تاجیکی که دیگه نمیشه عرف تاجیکی هم خیلی عرف تاجیکی خیلی نیست عرف مسلمانی هم خیلی نیست یاردم کنید بانک ها را بانک صاحبکار رو یاردم کنه استحصال کننده رو یاردم کنه چه یاردم نمیکنه بانک ها گوش کو من روی تو دان خدا گم میذارم مردن ای تمام دیگه یکم گم نیست یاردم کنین دارو وای پرسین سر میکنن یه روز دیر که سر از نگاه من نلاجی چیز کرد 2 روز تمام 3 روز تمام دیگه تمام اون میگه دقیق میگوت صاحبکار تو گوشش دقیق میگوت دیگه هیچ گم نیست نمیدونم چی گپ چوی خیلی میکنین شما بانک ها بابیتون میگن که تکمیل اختصاص برین دیگه دولت ها با آموزه ببین بانکاتون رو خشوع کنین زنده و سربلند بشه